میام سکشن بعدی کاملا تمیز بیتش میکنم، به دستم زاویه میدم که به شکل مثلثی بکنم. دوباره یه سکشن دیگه برشم رو دوباره سکشن بعدی. به اینجا که میرسم میخوام بالای موها بلندتر بکنم، به دستم زاویه میدم، این حالت میکشم روی سکشن بعدی. اینجاها رو دیگه من نمیکشم چون